برنامه اخباری آزادی با خبرهای آخری تاجیکستان و جهان تقدیم شما بینندگان عزیز. شادر گلخوجه هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع امروز 12 اوگوست. تجمع در نزد سفارت. شهروندان روسیه از دوشنبه به وطن بازگشتن میخواهند کنسول به صبر دعوت میکند. من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خش و فرزندایم. ساکنان و مقامات افغانستان ادعا دارند که سویل بندی تاجیکستان همه ساله در موسم گرما برایشان ضرر میرساند. آب دور دادن کل زمینای زراعتی مردم ها برده دیگه دیگه. خوابگاه میخواستند اما باغ توفه گرفتند و یا چگونه مشکلات دانشگاه دولتی شهر کولو پا برجا ماند و این مؤسسه تعلیمی باز میلیون ها سامانی قرضدار شد. یک خوابگاه چهارشونه نه که من از تعمیر برآوردم. در اونجا خیلی ماکسیموم ما ممکن 400 نفر جا قدر کنیم. امروز ده تن از شهروندان روسیه با طلب بازگشت به وطن در نزد بینای سفارت این کشور در دوشنبه جمع آمدند. کنسول روسیه در دوشنبه گفته است هنوز پروازهای معمولی بین تاجیکستان و روسیه به راه مانده نشده است و آنها شهروندان را توسط پروازهای چارتری با نوبت میفرستند. اما تجمعگران میگویند زیاد ماندن آنها در تاجیکستان به نفعشان نیست، زیرا از یک طرف مشکل سند پیش میآید، از سوی دیگر زیان مالی میبینند. امردین اولیموف با تفصیلات بیشتر. ده‌ها شهروند روسیه در نزد سفارت این کشور در دوشنبه جمع شده از مقامات طلب دارند که برای برگشتن آنها به روسیه شرایط فراهم بیارند. تماما اهمیت نمیتین، گوش نمیکنن. ما уже 6 ماه آمده رفتیم. من خودم بیمارم. اپراسیای سر گرفتگی من باید با ریابیلیتاسیونی رفتن در کار. من باید کوشش کنم که روم رسم به خونم و خش و فرزندایم. من دیگر طاقت ندارم، کوشش میکنم. من بلیط داشتم، بلیط من گرفتن ماندم. قبلا سفارت روسیه در تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که امکان برگشتن آنها به روسیه وجود دارد، اما به شرطی که خود را در پورتال یا خدمات گوسوسلوگی ثبت کنند و دلیل بازگشتشان را شرح دهند. ماها باز در نوبت هستم. کسی پاسخ دقیق نمیدهد. میگویند طریق گاز اسلوگی بروید. کجا رویم؟ به کی مراجعت کنیم؟ نمیخواهند با ما گپ زنند. ببینید چقدر آدم جمع شده است. همه انتظار بازگشتند. سفارت روسیه در تاجیکستان میگوید تا آخر ماه ایول امسال توسط 23 پرواز چارتری یا غیر نقشه‌ای هواپیماها زیاده از 3200 نفر را برگردانده است. در چنین حالت‌ها مقامات بیشتر شهروندان را متهم می‌کنند که خود را در پورتال گوسوسلوگی ثبت نام نکردند و از این سبب از نظر آنها دور ماندند. دختر 18 ساله هم همونجا با ماشین زد هلاک شد. 24 ایول با 31 آگوست با آورم ما. نه 31 ایول با آورم همونجا گور کردم. گشت رفتم در کو 4 نفر فرزندم اونجا ماندگی. خورده ها دوینه‌اش که 1.5 ساله حاله. با نزدیک مکتب سر میشه. نمیدونم چیکار کنم ما. بلیط گرفته؟ نه بلیط نه گفتن که نیست. نیست میگن؟ اونجا با هیچ کی نیست که بچه‌ها نگاه کنن. شمار تجمعگران بیش از 50 نفر بود. برخی از آنها هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه را دارند. پاسبان‌های نزدیک سفارت تلاش می‌کردند که جمع آمدگان را پراکنده کنند، اما ساکنان پافشاری داشتند که سفارت خلاصه نهایی را با آنها بگوید. مهلت شناسنامه خارجی نبیرم به پایان میرسد. مکتب هم سر می شود. چرا شهروندان تاجیکستان را از روسیه می آورند ولی ما را به روسیه نمی برند؟ حکومت روسیه از 27 مارت امسال بنابر پاندمیای کرونا ویروس پروازهای معمولی شرکت‌های هواپیمایی را قطع کرد. گروهی از شهروندان روسیه که در تاجیکستان بودند در کشور در ماندند. همین طور صدها شهروندی تاجیکستان در روسیه ماندند و هر روز راهی برگشت به کشور را می‌جویند. رو می‌ریم به موضوع دیگر. تابستان امسال 10 گکتار چراگاه‌های نویای ووسه را به کام آتش برد. سبب‌های سوختار دقیق می‌شود. مقامات محلی میگویند واضح است که خسارات از این آتش‌سوزی‌ها کم نخواهد بود. محمود جان رحمتزاده شب دیروز خود شاهد سوختار چراگاه شد و گزارش را در این باره کیومرثی عطام تقدیم می‌کند.
شب 11 اوگوست ده‌ها گکتر چراگاه در کوههای ناحیه واسع ولایت ختلان به کام آتش رفت. مسئولان اداره آتش نشانی منطقه کلاب گفتند که با عذاب سوختار را خاموش کردند و در این حادثه کسی آسیب ندید. اما ساکنان جماعت خدایار رجبوی ناحیه واسع میگویند که سوختار چراگاه چاروای آنها را از بین برد و برایشان مشکل ایجاد کرد. این دومین سوختار بزرگ در تقریبا یک ماه اخیر در حدود ناحیه واسع است. پیش از این شام 26 ایول در 2 گکتر زمین جنگلزار کوه نمک نیز سوختار رخ داد. مقامات میگویند امسال با گرم آمدن تابستان 10 گکتر زمین کشت و چراگاه ها سوخته اند. زمین غلازور 5.06 سوتیق، منصر زغیر 10 گکتر 14 سوتیق، چراگاه 55 گکتر 80 سوتیق، زمین بعدی درا 23 گکتر از 40 سوتیق سوخته است. در این موسم ضرر عمومی از غله‌زار بیش از 16,000 سامانی معادل تقریبا $2,000 حساب شده است. اما ضرر سوختار در چراگاه ها و زمین های بعد درو را هنوز نشمردند. جو байден номзад ба мақоми раиси ҷумҳурии амрико аз ҳизби демократ эълон кард ки сенатор камала ҳаррисро баъси муовини худ интихоб намуд. ҳарриси 55-сола ва вакили иёлати калифорния аввалин зан аз ақалиятҳои амрикост ки номзадиаш ба ин мақоми баланд пешбарӣ шудааст. модари камала ҳаррис ҳиндӣ ва падараш аз ямайка мебошад. камала ҳаррис дар анҷумани интихоботи ҳизби демократии амрико рақиби ҷо байден буд, вале баъдан аз тасмимаш гашт. ҷо байден дар интихоботи рӯзи 3 ноябр дар амрико бо Дональд Трамп рақобат мекунад ва бино ба назарсанҷиҳо бо 10 имтиёз аз ӯ пештар мебошад. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. шумо барномаи хабари радио Озодиро тамошо доред. мақомот ва гурӯҳе аз сокинони рӯстаҳои наздики Ому дар Афғонистон шикоят доранд ки ба сабаби бардоштани девор дар соҳил аз самти Тоҷикистон маҷрои об тағйир ёфта ҷангалзор ва хонаҳояшонро вайрон мекунад. гузашта аз ин ба қавли сокинони он тарафи марз туғёни рудхона ҳар сол замину боғҳои онҳоро ба истилоҳ ба Тоҷикистон медиҳад. чуну чаро дар гузориши ҳамкорони мо аз радиои Афғонистони озод. دریای آمو خط صفری میان افغانستان و کشور تاجیکستان. حرکت آب دریا تعیین کننده مرز مشترک است. مرزی که هر سال به دلیل آبخیزی ها اندکی تغییر می کند. شماری از باشندگان ولسوالی های مرزی ولایت بدخشان میگویند که هر سال بخشی از زمین های زراعتی و خانه ها در نتیجه طغیان دریای آمو به گونه کامل به بستر آب مبدل می شود. بیخی طرف آب دور دادن کل زمین های زراعتی مردم ها برده دیگه در اینجا دولت میه اونمو یکونجا یک بند میندازه. چندانی قدر هم درشون تقریبا زیریاب شده و برده همین زمین‌های زراعتی که یک کمتمی که مردمی محل دمیجا داشتن همگیش از من دارن. متاسفانه که نه حکومت محلی بدخشان رشنوی نه در سطح کابل کسی که حمایت یا مشارکت یک بررسی کنه. از سوی هم میرزاقل پیمان ولسوال شغنان بدخشان میگوید که در نتیجه ساخت دیوار استنادی از سوی تاجیکستان و طغیان بی‌پیشینه رود آمو و نبود دیوار استنادی در مرز افغانستان 10 هکتار زمین زراعتی در ولسوال شغنان تخریب شده اند. دریار راستی که میلانش این طرف تغییر داده گیستن، نه تنها اونا آوبندی و چیز زدگی هستند، بلکه دکه های زدگی هستند که او دکه ها خلاف قوانین بین المللی و کنوانسیون بین المللی ها بست. اما محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که قرار بود حکومت افغانستان مانند تاجیکستان کنار سواحل رود آمو را تحکیم کاری کند، اما شیوع ویروس کرونا سبب تأخیر این اقدام شد. والی بدخشان تاکید میکند که تحکیم کاری سواحل رود آمو در اولویت کاری حکومت محلی و مرکزی افغانستان قرار دارد. انشالله که مشکل با کشور تاجیکستان هم گپ میزنیم، با سفیر افغانستان مقیم تاجیکستان گفتیم، بازم میگیم برشان که این موضوع را پیگیری بکنن و این مشکل مرزی ما حل شود.
بدخشان افغانستان نزدیک به 1400 کیلومتر مرز مشترک با بدخشان تاجیکستان دارد. رودخانه آمو مرز طبیعی هر دو کشور را تشکیل داده است. نبود دیوار استنادی در خاک افغانستان سبب شده که هر سال طغیان آب صدها هکتار زمین زراعتی و خانه‌های مسکونی را در شغنان، مایمه، نسی و شکی بدخشان تخریب کند. گزارشی همکاران ما را تماشا کردید. قبل از شروع برنامه ما تلاش نمودیم نظر مقامات تاجیکستان را به شکایت جنوبی افغانستان پیدا کنیم. عثمان قربانов رهبر کمیته حالتهای فوق‌العاده نویه درواز ادعای ساکنان آن طرف مرز را قبول ندارد. او میگوید برعکس هر سال دریای آمو سیل‌های تاجیکستان را شسته میبرد. برنامه خبری رو ادامه میدیم. ماموریت دانشگاه دولتی شهر کولوب که چندین سال این جانب آرزوی ساختن خوابگاه را میکند، حالا نمیداند که چگونه قرض بنیاد باغ فرهنگی را بپردازد. این باغ سال گذشته همچون انشاءات جشنی بنیاد و به توازن دانشگاه گذاشته شد. بر علاوه آن که دانشگاه پول شرکت ساختمانی را نپرداخته است، خود باغ الکی تعمیر طلب شده است. محمود جان رحمتزاده و امردین اولیموف موضوع را ادامه میدهند. از بنیاد این باغ در شهر کولوب هنوز یک سال پر نشده است، اما از حالا گل و درختان آن به این حال افتاده‌اند. باغی به نام سیدعلی ولیزاده در اختیار دانشگاه کولوب است. در عرفه سفر پرزیدنت به کولوب به استفاده داده شده بود، اما حالا از زیبایی‌های این باغ در اول سبز و پر از گل و درخت حالا قریب نشانه نمانده است. دانشگاه برای نگهداریش پول نداشته است. سیدعلی ولیزاده میراث گرفته از دانشگاه خیلی زیاد است. هر روز من 6 ماه هست که هر روز نزد من می‌بیایم. هست 5 میلیون هست. بعضی صاحبکار بیچاره راست شبگم گریه میکند که ما به شما باغ کردم، پولی مرا بتین. خیلی من چی میگم؟ من میگم که بسیار خوب کردید، شما اول فکر نکردید که خیلی دانشگاه هست، از کجا میاره؟ سال پیش در همین شب و روز گروه از استادان دانشگاه دولتی کولوب بلوکلان در دست به جای استراحت اجباراً به کار در این باغ جلب شده بودند. رهبر فعلی دانشگاه عبدالسلام میرعلیزاده حالا از آن نگرانی میکند که دانشگاه به جای ساختن باغ باید یک خوابگاه بنیاد میکرد، چون دانشجویان از باغ دیده بیشتر به جای زیست نیاز دارد. پرابلمی هست که باید در 75 سال حل خود را میافت. متاسفانه این مسئله حل خود را نیافته است. خوابگاه دانشگاه خوابگاه دارد. یک خوابگاه چهارشونه نو که من از تعمیر برآوردم. در اونجا خیلی مکسیموم ما ممکن 400 نفر جا کرده بتونیم. باغ سیدعلی ولیزاده در مساحت 3 هکتار بنیاد گردیده است. رهبریت دانشگاه کولوب میگوید بر ضمن وظیفه اصلی خود که آماده کردن متخصص است، مجبورم باغ را نگاهبین و دوباره تعمیر کند. و وزارت کره خارجه تاجیکستان میگوید دیروز باز 186 شهروند بند مانده کشور از استانبول به دوشنبه انتقال یافتند. مسافران توسط پرواز چارتری هواپیمای سومون ایر به وطن آمدند. قبلا 26 ایول 174 شهروند تاجیکستان را از استانبول به تاجیکستان آورده بودند. بنا به معلومات وزارت کره خارجه تاجیکستان، از روز متوقف شدن پروازهای بین‌المللی حدود 17,000 تاجیکستانی درمانده توسط پروازهای مخصوص از ایالات خارجی به وطن بازگردانده شدند. 8,000 آنها از روسیه آمدند. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودنتان. بینندگان عزیز، تا صحبت بعدی میتوانید خبرها رو زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی بخونید. نورهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود. همزمان صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظر میمونم. تا فردا، خدا نگهدار.